الان دوباره میان. ببین در رو قفل کردم، الان دوباره میان تو. خب یعنی با وجود اینکه در قفلن دوباره میان تو. سلام به تمام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. آقا امروز با شما هستیم با یه گیم پلی از، بذار من این پنجره رو اول ببندم. صدا به صدا نمیرسه. پنجره رو اول ببندیم. بیشتر از این دیگه بسته نمیشه. خب امروز با شما هستیم با گیم پلی از این بازی خفن که من نظرسنجی کردم و نتیجه نظرسنجی مثبت بود که یه گیم پلی حداقل ازش بریم، یه پارت ازش میذاریم. اگر نظراتتون مثبت بود، اگر خوشتون اومد یه پارت دیگه هم میذاریم. این بازی هست World War Z Aftermath. خب این بازی خفن، میگم یه اینترو میخوام بگم دهنم سرویس میشه. آقا برو بریم. من سعی میکنم مپ های DLC شم برای شما بذارم، چون مپ های عادیش توی یوتیوب زیاده. مپ های DLC شو برای شما میذارم. خب این مپ، خب خیلی هم عالی. فقط دوستان خوشحال میشم قبل اینکه گیم پلی شروع شه ویدیو رو لایک کنید و اگه خوشتون اومد چنل من رو ساب کنید. ویدیو قبلیمون 1200 تا بازدید گرفته ولی ما همچنان 400 تا سابیم. خب لطفاً بچه‌ها، من یه یوتیوبر تازه کارم، نه منبع درآمد خاصی دارم نه چیزی، لااقل دکمه ساب رو بزنید که یه حمایتی از من کرده باشید. یعنی ما الان در واقع بعد 1000 تایی میشدیم که نشدیم. خب شروع شد. اگر فیلم World War Z رو دیده باشید با این بازی آشنایی دارید، میدونید از چه قراره. کل دنیا رو زامبیا گرفتن، ویروس شیوع پیدا کرده و ما چند تا بازمانده ایم. خب عرضم به حضورت، بذار ببینم چی کاره ایم. اینو فعلا بریم بالا، یه گان چنج بدیم. خب این چرا ریخ؟ من زاویه دوربین رو چرا عوض کردم؟ یه لحظه وایسا. آها، با X زاویه دوربین چه باحاله، با X زاویه دوربین عوض میشه. خب بچه‌ها اینا ببین، اینا غیر فعاله، ما باید به اینا هدشون بزنیم. داشتم میگفتم آره هدشون رو بزنیم. خب اینا ببین چون رو زمینن و پشتشون به ماه، من نمیتونم هد اینا، مثلا هد اینو میتونم بزنم. یه صدای ناهنجاری هم داره میاد، نمیدونم مال، آها اینه. این اسکریمر رو اگه شما نزنی اتفاقای بدی میفته، زامبیای دیگر صدا میزنه. یعنی میگم خواهر مادر ایمم من. یه هد، آها این یه هد، این دو هد، این چرا نخورد؟ این دراز، این سه. آقا برو بریم. خیلی هم عالی. این مثلا آقا این یه هد شما میزنی، هد مولایی. دیگه کسی اینجا نیست، چرا یه دونه هم جا خالی میده ماشاءالله. اینجا که دیگه کسی نیست. یه صدای نابهنجاری اومد. نه اوکی. خب برو جلو. اینجا کسی نیست. نه الان بنبست. بابا خب نزن، من میخوام بی صدا بزنم اینا رو. اینم چه حیوانایی ان، میخوام بی صدا بریم جلو. اگه خودم میتونم اینا رو بزنم، میخوام هدشون رو بزنم که نگاه کن مثلا میخوام بی صدا بریم جلو، میخوام زامبیا رو جذب نکنیم. تیر نزن دیگه، من دارم هد میزنم که مثلا اینا سریع بمیرن. ماشاءالله چقدرم جلومون زیاده. اینو میزنی میزنی. خب دهنمون سرویس. خب شما میتونی از نایف استفاده کنی. خب اینور اینم که زدن، خیلی هم عالی. یعنی به شخص عاشق اینایی هم که نون خشکی کار میکنن. بابا کل روز تو نمیای، وقتی من ریکورد میکنم یادت میفته بیایی بگی من نون خشک و اینا خریدارم. بذار من ریکوردم کنم. یا خبر بریم آقا بریم جلو. اگه اشتباه نکنم این اپیزودش باید توی فرانسه باشه. نارنجک برمیداریم. تو این باکس ما چی داریم؟ یه دونه آرپیچی داریم. کلن هم یه تیر داره، به کارمون نمیاد یه تیر. اینجا یه خبراییه مثل اینجا. نه خبری نیست. خب از این بعد بکشیم بالا ببینم چه داریم.
یه خشاب برداریم برو جلو. خب ریلود کنیم ما، نظرتونه؟ برو جلو. آروم آروم. ببین صدای زامبیه خیلی زیادی میاد میدونی؟ و من آمادگی این حجم از زامبیو ندارم الان. آمادگی این حجمو ندارم حاجی. تفنگو در بیار، فایده نداره اینجا. تفنگو در بیار. خب اوکی. خب فکر کنم تموم شد دیگه. تموم نشد. بریم بالا. بودو یا خلاص. یه ریلود. این میتره که این بیاد. آنه ترکون نموش. خب ریلود بده. کشورمون هم داره هر لحظه بیشتر تموم میشه. آروم باش. watch your aim. اومدی جلو ایم من بعد میگی watch your aim. مشتی. این اسنایپر رو بردار به کارمون میاد. خب برو بالا فقط. برو بالا که اوضاع خیته. برو بالا بابا. خب اینم که فقط وایستاده یه گوشه منتظر من بیام بپر رو من. خب رو بقیه نمیپرم، فقط میپر رو من. عالیه. خب مثل اینکه اینجا ما باید یه دیفنس پوزیشن خیلی مشتی بریم. خب اینجوری که بوش میاد. چرا این چیز نمیکنه؟ باگ خورده؟ نمیدونم. بذار اینا رو ما باگ کنیم. چی داریم اینجا که چی نداره؟ این به دردمون میخوره. میگم اینجا یه دیفنس پوزیشن خیلی مشتی باید بریم. خب اول باید خودمون رو آماده کنیم. اینا رو شما برمی‌داری و توی جاهای مختلف قرار میدی که اگه زامبیا اومدن سورپرایز نشی. چون اینا ببین هزار تا که نمیان، یه میلیونی میان. الان یه ویوه که بیاد، این موج حملهشون که بیاد، شما قشنگ منظور بنده رو درک میکنید. خب این رو هم بکاریم. اینم اگه ما اینجا بکاریم. یه دونه دیگه هم داریم اونجا از این مسلسل خود مختار. نمیذارن من این آدم کارمو بکنم. خشابم باید پر کنیم یادم باشه، چون خشاب نداریم عزیز. اینجا که دیگه چیزی نیست و اینو بکاریم و بریم از این پوزیشنمون دفاع کنیم. اینو هم اینجا بکاریم به نظرم خوبه. حالا فقط خشاب میخوام. بعد بریم برای این تفنگ خیلی خفن بده. خیلی خفن. خب آقا بریم برای یه دیفنس پوزیشن مشتی. بزن آقا. خب ببین فقط شما نگاه اینجا کن. نگاه کن فقط نگاه این جایی که من ایم گرفتم کن. ببین الان چه شلم شلوایی میشه. نگاه کن. عالیه. این کجا رو میزنه؟ این اینجا رو میزنه. اونور کجا رو میزنه؟ اینور اینجا رو میزنه. به نظرم از اون یکی فعلا استفاده کنیم خیلی بهتره. برو بریم. اون که کلا اون ور رو میزنه ولی ماشاءالله اون ور رو بزن. لااقل من اون ور رو چیز کنم، پاکسازی کنم اول. یکی دیگه. خب تموم شد. بودو فقط بودو. این چی میگه این ور؟ یا مقلب القلوب. نگاه اینجا آجی. نگاه اینجا. آروم باشید. خب ردیف آقا ردیفه. زیاد آنچنان نبودن که بخوان اذیت کنن. خب نه مثل اینکه خیلی زیادن. از جلومون هم دارن میکشن بالا و عالیه. خب لااقل یه دوتا یار داریم ایماشون هم پپروته. خب یعنی کلا در دیوار میزنه. آقا به من خشاب بده با نید. خب این گانر هم بردار اینجا. شاتگان چیز مشتیه. حالا شاتگان رو شما میکشی بعد چیکار میکنی؟ اینا که دارن میان بالا. میشه رفت پایین؟ نه نمیشه. بابا این ور رو بگیرید. خب الان پشت بیاد میخواین چه گلی بگیری؟ برو پایین تو رو اول فرض. نگاه کن. خیلی راحت شما از این پوزیشن دفاع میکنید. نگاه اینا. مرسی. از بالا هم دارن میریزن سر ما از همه جا. خب این بر که ردیفه. نگاه اون بر. بده من یه دقیقه. وول برو اول فرض. بابا اونا الان میان بالا. یه لحظه اجازه بده. به من اجازه بدید یه لحظه. به من یک ثانیه اجازه بدید.
این دوستان عزیزمون رو پایین راهنمایی کنم و بعد شروع کنم. مرسی. آلارم باتری داد. خب الان موقع آلارم باتری نیست. الان موقع آلارم باتری نیست دوست عزیز. موقع ریکورد من همیشه یادت میفته بعد آلارم باتری بدی. خب ما چند ثانیه دیگه بعد این پوزیشن خراب رو نگه داریم. خب بودو آجی بودو اینو نذاری اون بالا. اینو من بکارم اینجا خیلی بهمون کمک میکنه. خب حالا بیاید بالا. میشه جونت هم وجود. میشه جونت گوارای وجوده. این اره برای این بود که زامبیا رو باش بزنیم. تزیینی نبود. خب ما اینا رو میفرستیم پایین. خب حالا ما اینا رو که بفرستیم پایین به نظرم بریم پیش دوستامون. اینجا تنها وایسیم ایده خیلی جالبی نیست. خب میزنن دهمنون رو سرویس کرد. اون یارو رو اون بالا بزنیم. مسلسله چرا خشابش تموم شد. آقا پر کن بینم. پر کن بینم آجی. بابا خب اینا رو بزنید دیگه. خب از من بعد نید بریزم من. میگم کلا خشام تموم شد دیگه. دارم با کلیا و ابوالفضل. این بعضی وقتا میدونی بک دادن چیز خوبیه. خب کی گفته هر کی ترسوه؟ تاریخ و ترسوها می نویسن. خب شجاع میرن میمیرن. تاریخ و ترسوها می نویسن. برو پایین تو رو قرآن حاجی. برو پایین که من دارم با کلت دفاع میکنم. نه یا بالا. نه یا بالا حاجی. دستم در رفت با موس. نه یا بالا حاجی. نه یا من کلت دارم. نه یا بالا. خوبه لاغل نایف هست. ریلود کن. میگم لعنتی این پوزیشنه هم انقدر چیز تموم نمیشه دفاع کردن. خب مثل این که باید بریم از اینجا. برو آقا بدو. بدو میگم بدو از اینجا فقط بریم ما. خب اوکی ما اومدیم با آسانسور پایین و از شهر اون پوزیشن خلاص شدیم. آقا این گانه خوبیه. خشاب هم که نداریم. همین کلت باید فقط من هد بزنم. شما هم بیداری؟ نه خب فقط اگه خشاب به موقع خشاب داد. نیدم به من بده. برو جلو. این سنگ چرا داره میریزه؟ ببین اینجاها خب دیگه الان تجربه کسب کردم. اینجاها معمولا این زامبی نشسته تا ما بیایم بریزه رومون. نگاه کن. حالا اینا رو که نمیگم. یه زامبی هست به محض اینکه میای میفته رو صورتت. خب و معمولا اینجور جاها کمین میکنه. حالا اگه بیاد من میتونم بهتر منظورمو یا ابوالفضل. خب الان ما از چیه این پوزیشن دفاع کنیم؟ نه یا حاجی اینور نه یا همونو دیوارو بکش بالا. چیکار من داری؟ من کاری با تو ندارم. خب تموم شد. ما دیفند کردیم از پوزیشن. نه ببین دیفند نکردیم. اون پایین اصل کار مونده. فقط شما میگم من برم اون بالا اون پایین شما ببینید یه لحظه. میگم نگاه اینجا فقط. نگاه اونجا. الان ما نباید یه حرکتی یه جتی جنگنده چیزی نباید بیاد کمک ما. تنهایی که نمیشه از چرا یک غلطایی میتونیم بکنیم. اینو برمیداری شما. حالا باید چیکار کنم؟ خب زر بزن دیگه. خب من که الان نمیدونم چیه انگلیسیم. نگاه کن این حرومزاده رو میگم. نگاه کن این منتظره شما بپاچه رود بریزه رود یعنی بیفته رود. نگاه کن شما میخوای با استفاده از این عزیز موشک بزنی. خب عالیه. حالا میای اینجا نگاه کن حال کن. فقط چی میگه؟ میگه این بگیر شلیک کن. چرا من اینجا رو گرفتم آجی؟ گرفتم نظر درباره اینجا چیه؟ عالیه. همینجوری میزنی. یکم پایین تر بزن. عالیه. این ور
اینجا رو بزن. خب بابا این که خشاب نداره، الان من دوباره باید خشاب بیارم برای این. اگه یه لحظه من مهلت بدید. خشاب کو؟ خشاب میخوام. بودو این تنهایی نمیشه اینا رو زد. خشاب بده من. و این دوستان عزیز اگه از این پوزیشن دفاع کنید من واقعا ممنونتون میشم. زامبی نباید بیاد این داخل. نگاه سر کو رو ببین. خب بپرون ور سری. بودو خشاب. اول دفاع کنید. خب هم مالا. خب الان نقش شما اینجا چیه؟ خب اجازه بده پایین شلیک. خوبه عالیه. زدم وسط نشد. یکم چپ راسته در واقع. خب عالیه. اون بر مستقیم میزنی اینا رو. عالیه. حالا دیگه کجا مونده؟ همون وسط اینجا رو میزنی. بابا خشاب خالی نکن دیگه. خب بلش کن. ما تا بخوایم خشاب اینو پر کنیم اینا اومدن زن و بچه ما رو سرویس کردن. پس از این کمک میگیریم. مرسی. رنج اسلحه به اونجا نمیرسه. ما مجبوریم بریم خشاب پر کنیم. پس این چی میگه این بالا؟ بابا خفه شو تو رو قرآن. تو چی میگی این بالا؟ باید بریم خشاب بیاریم الان. برو دیگه آجی. برو خشاب بردار بیا. میگم رنج اسلحه ها هیچ کدوم به اون ور نمیرسه و ما مجبوریم از این موشکه استفاده کنیم. هی ریلود کنیم. هی موشک بذاریم توش. هی بزنیم. برو اون ور. خب نکن. آها عزیز اصلا ما نباید زامبی بزنیم. باید کوو بزنیم بریز سر زامبی ها. چقدر تو آیکیوت پایینه. اما اولی زدیم. دومی بعد تونل رو مسدود کنیم. تونل هم مسدود شد. حالا اینجا یه خورده سخته. اگه این بخوره نه بعد بالاتر. یه خورده بالاتر. بابا خشاب خالی نکن دیگه. خشاب خالی نکن تو این حالت. برو آقا برو خشاب بیا. بابا این چی میگه اینجا؟ یا ابد بدو. فقط بدو اصلا فکر کن هیچکی نیست. بدو هیچکی با تو کار نداره. تو فقط باید موشک بزنی. و این دوستان عزیزم یه دیفند نامنظم میکنن. بدو آقا بدو که ما اونم تخریب کنیم دیگه ردیفه. بدو اصلا زامبی نباید ما بزنیم. باید کوه تخریب کنیم. بدو دیگه. بدو بپرون بر. بزن آجی بزن. فقط امیدوارم اون چیزی که تنظیم کردم هنوز اینجا باشه. خب اینم تخریب شد. یه جا دیگه مونده. کجاه؟ باید پلو بزنیم. حالا خودم اینه شدم پلو بزنیم. یکم بالا یکم راست بزن. میخوره؟ نه خیلی راست زدم. این بر. خب این دیگه باید بخوره. تموم شد. پلم تخریب شد. بیا بیرون. یا اول فقط گان عوض کن. اینجا به کار نمیاد این گان. خیلی هم عالی. تمام شد. ببین نکن. تمام زامبیا رو آوار ریخت روشون. تموم شدن. خیلی هم عالی. یه ویکتوری تمیز. خب دوستان امیدوارم از دیدن این پارت لذت برده باشید. میگم اگر نظراتتون مثبت باشه و خوشتون اومده باشه من 1 یا 2 پارت دیگه هم میتونم از این بازی بذارم. جا داره. خب بازیه که بهش کم توجهی شده. خب واقعا بازی خفنیه.